مجموعه خانه کودک با هدف بالا بردن ظرفیت‌های ذهنی، پرورشی، خلاقیت‌ها و مهارت‌های وجودی بچه‌ها سعی داره که بتونه نیروهای بالقوه وجودی این کودک‌ها را کشف بکنه با ابزارهای روز، با ذهنیت‌های روز، با کاربردی ترین وسایل‌ها و تزهای آموزشی و تئوری که امروز استانداردها را در خودش داشته باشند. درسته ما در یک حاشیه یک شهر مهاجرنشین، در یک جایی که کم برخوردار است از یک سری امکانات و تجهیزات کافی برای آموزش های امروز، ولی ما نهایت سعی کوشش خود ما را کردیم که در این مجموعه بتانیم امکانات را به روز رسانی بکنیم تا دوستای ما، کودکان ما و اطفال ما با نیازهای آموزشی روزشان در حقیقت تربیت شوند، پرورش پیدا بکنند. و نکته مهمی را که ما در اینجا سعی کردیم که مد نظر داشته باشیم، انتخاب مربی است که در حقیقت قراره یک کودک 9 ماه یا 1 سال بیشتر و کمتر با یک فرد زندگی بکنه در حقیقت و با او بتونه ارتباط‌های عاطفی خودش را، ارتباط‌های هیجانی خودش را و تمام ارتباط‌های جسمی و فیزیکی و روحی روانی خودش را با یک مربی در حقیقت به عنوان مادر دوم خودش را، به عنوان یک کسی که جزئی از ذهنی و جزئی از فردی که در دنیای ذهنی خودش با او زندگی میکنه. روی بحث کودک، کار با کودک شروع کردیم که در این قسمت مجموعه ای از فعالیت‌ها یا تجربه‌هایی را که ما خودمون به دست آوردیم از سال 80 با تأسیس مهد کودک ایثار بود. یعنی ما اونجا تقریبا کار را شروع کردیم که بسیار از دوران خودش به اصطلاح از مهد کودکایی بود که متفاوت عمل کرد. یعنی در چون خاص برای کودکان مهاجر بود، چون خاص برای کودکان افغانستانی به اصطلاح اونجا در نظر گرفته شده بود. توی حوزه کودک میشه کار کرد، چی الان در کشور ایران به عنوان یک پناهنده ما میتونیم برای روی افراد کودک و اطفال خود ما کار بکنیم. این چیزی را که ما را یعنی در حقیقت مشتاق برای کار میکرد یا حداقل ما را تشویق میکرد که این خستگی ها و این مسائل در ما حداقل بکشه، این همی بودش ذوق و شوق کار با کودک. آدم با کودک وقتی کار میکنه دیرتر پیر میشه، کودک میمانه. کودکانی هست که از ملیت‌های مختلفی در این منطقه وجود داره. ما چون منطقه‌ای هست که پاکستانی هست، عراقی هست، سوری هست، افغانی هست، ایرانی هست، همه این کودکان قطعا در دایره آموزش برای ما یکسان هستند، ولی اون چیزی را که ماها ملاک معیار ما هست اجحاف بزرگی، ظلم بزرگی در حق کودکی که ما بخوایم هویتش ازش بگیریم. در این قسمت حتی ما لحاظ کردیم که ما نه تنها قراره که ما به اینجا
به بچه ها او چیزهایی را که معیارهای درست زندگی کردن در ایران هست را بهشون یاد بدیم. مؤلفه های اولیه زیستی که فعلا در ایران زندگی میکنن ولی با حفظ اون اصالت خودشون، موقعیت خودشون. ما سعی ما این نیست که بتونیم اصلی را یا هویتی را در حقیقت از یک فرد بگیریم و در اختیار خودمون قرار بدیم و این من فکر میکنم ظلم بزرگیه که خیلی جاها اینو مد نظر حتی نگیرن. هدف ماست که ما بتونیم توی مهد کودک مقدمه‌ای برای این باشه که کودک بتونه انشالله در آینده برای خودش و کشور خودش این موفق باشه. تا زمانی که زنده هستیم برای تلاش ما آرزوی ما در حوزه کودک است که بتونیم یک فضای استاندارد و مناسبی را برای رشد اطفال سالم و همچنین با سلامت روحی و جسمی که دارن بتونن رشد بکنن و بزرگ شوند. ما پشتوانه نداریم، یعنی دقیقاً دولت پشتوانه است، کسی دیگه هم نداریم، خیرین نیستن اینها و حتی نهادهای مذهبی هم در کنار ماها قرار نمیگیره، چون دوست داریم که پول مذهب، پول به هر حال به اصطلاح خود ما یک زمان طلبه بودیم میگفتیم پول امام زمان باید به جای خرج شود که بتونه کودکان سرباز واقعی را برای آقا تربیت بکنه. این دختران افغان، گل‌های باغ کابل، ریحان بنفش نرگس، مریم شکوفه سنبل، مریم شکوفه سنبل. هرگز نمیردم که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. دنیای هنر و دغدغه های مهاجرت پیوند عجیب و عجین شده با هم دیگر در فضای مهاجرت که ما کشف بکنیم و او چیزهایی را که قابل دیدن نیست و او چیزهایی که فقط میشه گاهی وقتا احساس کرد و واره از لابلای غربت پیدا کرد. دنیای هنر یک وسیله است. وقتی که ما به سمت هنر در حقیقت میریم ما به یک وسیله دست زدیم که به او وسیله برای ما کمک میکنه که غربت دردش، آلامش التیام بیابه و تحملش آسانتر شود. فضایی را که یال درزو هستین شاید یکی از پناهگاه هایی باشه که طی 20 سال در دنیای غربت پناهگاهی بوده برای بسیاری از هنرمندا، بسیاری از جوانا و نوجوانا که خود همین فضا، همین موقعیت در حقیقت بهانه‌ای برزی شده که جوانا یک سری فرصت ها را، یک سری زمان ها را به جای از اینکه بر یک فضای دیگه، بر یک جای دیگه، بر یک عملکرد دیگه وقتشان را بگذارنن، در اینجا وقتشان را پر کردن. یعنی تصمیم گرفتن که از درون مایه های درونیشان همت بگیرن، نیرو بگیرن و ما را بر روی صفحه های سفیدی که ما امروز به عنوان بوم میبینیم اونا را ترسیم بکنه و نمایش عینی بتن.
مرکز هنرهای تجسمی اندیشه در سال 1375 به همت یک عده از هنرمندان مهاجر که در اینجا در حقیقت وجود داشت و خودشان درد و رنج غربت و هنر را چشیده بودند و کار کرده بودند. بد نیست من نام ببرم از استاد عطایی، استاد دامردن، استاد حسینی، استاد جوادی. اینا کسایی بودن که در آغاز راه ما و در مسیری که میخواستیم ترسیم بکنیم دوستای ما کنار ما قرار گرفتن و بنای ما برازی شد که ما روزهای جمعه را هر آنچه که یاد داریم برای مهاجرین یاد بدیم. یعنی یک فضای یک اتاقکی را که ما با یک اتاق خانه شخصی شروع کردیم کار. اول سیاه قلم کار کردم، بعد 3 سال یک سالی هم شده رنگ روغن کار کردم. بخشای مختلف که بخشای طراحی، نقاشی، مجسمه سازی، تئاتر و موسیقی و معماری. حاصل همین همنشینی ها و همدلی های هنری که در دوران مهاجرت در حقیقت شکل گرفت بین هنرجویان مهاجر، حاصل شاید بیش از 60-70 تا نمایشگاهی بوده که در فضای داخلی در ایران، در استانهای ایران، در ولایات مختلفش برگزار شد. استاد جعفری نسبت به نقاشی علاوه بر نقاشی دیدگاه فلسفی خاصی هم نسبت به نقاشی داره. این تاثیر رو تقریبا همه شاگرداشون داشتن از جمله من. تمام هنرمندای ما، تمام کسایی که ورود میکنن به دنیای هنر با یک انگیزه، با یک عقبه و با یک هویت کار بکنن. یعنی اثرشان او هویت فردیشان داشته باشه و هویت ملیشان داشته باشه. اثری که فاقد یک هویت فردی باشه او اثر در حقیقت ما فکر میکنیم یک اثر خنثیست. صرف بیان احساس کافی نیست در یک اثر. بلوری لکد و خشتر شدونه جلی یوغونه پای مفتی نمفتی جلی یوغونه پای مفتی نمفتی چیزی مکنی امی و نپای مفتی نمفتی
در حوزه اشتغال معلولین اگر این کارگاه را به عنوان یک نماد در نظر بگیریم، از سال 89 به این طرف که یک اتفاقات به اصطلاح خوبی در حوزه معلولین افتاد، یکیش اشتغال بود و همین پایگاهی که امروز ما به عنوان انگشترسازی از او یاد میکنیم. معلولیت یک فرد تبدیل به یک انرژی پویا نشود، تبدیل به یک انرژی نشود که او را حرکت بده. قطعا نمیتونه معلول را به استقلال خودکفایی برسانه. همیشه متاسفانه نیاز معلول دیده شده در جامعه ما، ولی هیچ وقت توانایی یک معلول، ظرفیت وجودیش دیده نشده. یک معلول وقتی که از دست خود میمانه، از پای خود میمانه، از روند فعالیت های عادی زندگی خود میمانه، متاسفانه یک نگاهی شده که باید بر از او بتونیم در حقیقت ارتزاق از او بتیم، غذای از او بتیم. در صورتی که برای یک معلول تو یک فضا بعد از اینکه معلولیت دوچار یک معلولیت شد، بزرگترین عاملی که ما میتونیم بر از او هدیه بکنیم امیده. اومدیم مشهد، یک مدت همونجوری تو مشهد مثلا چیکار کنیم چیکار نکنیم، اینور میرفتیم اونور میرفتیم تا با بچهای معلولین، با باشگاه قدیر معلولین آشنا شدیم. با اینا که آشنا شدیم شروع به کار کردیم. جمالی و اینا، آقای سید حسن و اینا شروع کردیم به کار کردن. اینا کمکمون کرد، ما انگشتر رو باید یاد بگیریم که الحمدلله یاد گرفتیم. شروع کردم به کار کردن و انگشتر. الان الحمدلله برای خودمون داره همونجور فعالیت میکنیم، کار میکنیم. این کارگاه انگشترسازی در حقیقت شروعش همون زمانی شد که باشگاه معلولین قدیر تأسیس شد و در اونجا دوستای خیلی خوبی، یعنی کسایی که خودشان معلول بودن، رصد کردن، کار کردن، زحمت کشیدن و فراخوان دادن که بیاین بچه‌ها ما میتونیم یک هنری مثل هنر انگشترسازی را یا به اصطلاح سنگ تراشی را یاد بگیریم و به همدیگه منتقل بکنیم. هدف آموزش ما با هدف وارد شدن به بازار بوده، با هدف کسب درآمد بوده، نه اینکه صرف به عنوان یک هنر در فرد باقی بمانه، بلکه این هنر تبدیل به مهارت شود و این مهارتش بتونه به بازار عرضه بکنه و از او کسب درآمد بکنه. معلولین به صورت رایگان آموزش داده شده و استاد و مربی خودش داشت و اینجا تا هنوز شاید بیش از 25-30 نفر از معلولین آموزش دیده و رفته دنبال زندگیشان و از همین را کسب معاش میکنن و کار میکنن. من در سال 82 بر اساس سان ساختمان معلول قطع نخاع شدم. سالهای اولیه من گوشه‌گیر بودم و دچار افسردگی خیلی شدیدی شدم تا این روزی که با مجموعه باشگاه معلولین قدیر آشنا شدم. در این مجموعه با فرد معلول آشنا شدم که مثل خودم ویلچری بود و انگشتر ساز بود. بعد من امیدوار شدم که میتونم با دو دست سالم میشه شغلی را یاد گرفت. تنها چیزی که مشکلی که وجود دارد این است که معلولین ناتوان نیست، همینقدر باید شما خودتان باور داشته باشید. این امکانات از طریق خود مردم خریداری شده، هیچ نهاد و یا هیچ سازمانی و هیچ مرکزی نیامده که یک مبلغ خاص برای یک قشر، برای یک فرد در نظر بگیره. چرا مجموعه هایی بودن که نگاه های جمعی داشتن و یا گاهی وقتا سفارش های سازمانی به ما داده شده. این به این شکل برای ما بوده، اما ما دوست داریم که این نگاه توسعه پیدا بکنه، چه برای هموطنهای ما در ایران، چه برای هموطنهای ما در خارج از کشور، که میتونن حاصل یک همت جمعیشان را برای باورمندی و برای ایجاد همون امیدی که من گفتم برای معلولین میتونن سرمایه گذاری بکنن، ولو با $1، با کمترین هزینه، با 1 سنت میتونن اینها برای
پویایی یک جمع سرمایه گذاری بکنن. چقدر خوب میشه که در دنیای امروز ما دکاندارای ما، سرمایه گذارای ما بخش از ثروتش را مثلا بگه که ما سر از این مغازه این قدر فروش دارم و من بخش 10%، 2%، 1% از فروش از همین رو بنویسن، هیچ مشکلی نداره که ما 10% یا 1% از فروش این محصول را صرف امور خیریه جامعه خود میکنیم، صرف امور ارزشی جامعه معلول خود ما میکنیم. هیچ مشکلی این کار هم کار او فرد را در حقیقت کار ارزشی میکنه، هم کسی که میخره در اونجا با یک دل گرم میخره، با خرید خودش کمک میکنه. لازم نیست که حداقل ما یک پول مخصوصی رو در یک صندوق برای یک فرد بریزیم، نه ما با زندگی اجتماعی خود ما، یعنی با خرید آگاهانه و عاقلانه خود ما و با خرید هدفمند خود ما میتونیم به جامعه معلول خود کمک بکنیم. اگر تمام این نگرش ها، چه از آشپزخانه ها چه از فروشگاه های بزرگ، اگر یک بخشی از این درآمدها جهت داده شود برای از اینکه ما یک 10% یا 2% را برای این قشر در حقیقت برای رفع مشکلات معلولین در نظر میگیریم، این خودش میشه یک سرمایه. و ما به اصطلاح همون مشکل برای ما بوده، برای رانندگی کردن و برای تصدیق داشتن و لیسانس داشتن این کارا مشکلات بود. ولی خب بدون توجه از این ما مجبور بودیم یک چیز بگیریم، یک وسیله را این مناسب سازی کردیم، یک سری دستگاهایش تغییرات دادیم سرش که بتونم ما بهش رانندگی بکنم که شکلش خوب شد، باز راه افتاد. تا ای که من در این فکر رضی افتادم که من همیشه کلا نگاهم همین بوده به زندگی که بتونم از هر چیزی که خودم استفاده میکنم دیگران هم استفاده بکنم. که ما در حدوداً 5 سال قبل یک شرکتی را تأسیس کردم تحت توان افزا که همین قطعات را طراحی میکنه برای معلولین، برای ماشین های معلولین. من یک دانه شعر داشتم قبلا که شعرم بخوندم بعد نبود. تغییری که در زندگی من شروع شد، یعنی نگاهم و نگرشم به زندگی از همون افت و خیزهایی بود که من باعثش معلولیت خودم میدانم. و تا زمانی که من فهمیدم که من یک معلول هستم و پذیرفتم که من یک معلول هستم و او پذیرش در وجود من شکل گرفت، از اونجا که او پذیرش به وجود آمد قطعا نگاهم یا اون نگاه ارزشی که در شکل جایگزین معلولیت شد در حقیقت این باعث این قوته شد که ما توی تحصیل خود و یا کارهای دیگه نگاه ما عوض شد. اساتید بسیار خوبی داشتم. منم از اساتید ایرانی خودم هم نام میبرم از استاد بروزن که خیلی من کمک کرد. ایرانی که تحصیلات دانشگاهی در امریکا را داشت، من تجربه کردم که با چه نگاهی به هنر نگاه میکنه و شکل زندگیش به چه شکل، در خانه خود به چه قسمی زندگی میکنه. همه این مسائل خب قطعا روی نگاه هم به زندگی هنری خیلی اثرگذار بود. در زمستان‌های سخت مادرم بیچاره با همون وضعیتی که داشت مرا سر پشت خود میماند و مرا میبرد و میآورد. اون لحظات من یادم نمیره که در یک از زمستان‌های سخت مادرم به زمین میخوره، هر دوی ما در زمین میخوریم. این خودش برای من یک نوستالژی میشه، برای من یک همیشه تو ذهنم میمانه که من تمام او چیزی را که دارم از درس خودم، از زندگی خودم مرهون مادر خود هستم. زمانی که با آقای جعفری آشنا شدیم و ازدواج کردیم
یک ازدواج خیلی ساده و خیلی معمولی بود و حتی یادم روز بعد از ازدواجمون که به رسم بعضی یک روز دارن به نام پای تختی فکر کنم، بعد ما حتی مثلا خیلی طبیعی اون روز رفتیم، من خودم دانشجو بودم اون زمان، بعد رفتم سر کلاسم و یک چیزی بود که میگم خیلی این ازدواج قشنگ بود ولی ساده و بیالایش و هر دومون به روال عادی خودمون برگشتیم. این نیستش که ما بگیم مثلا دوست نداریم که مثلا ایرانی و افغانی ازدواج کنه یا یک معلول با یک معلول ازدواج کنه یا نکنه. ما در حقیقت وقتی که مردم خودمون رو میبینیم و اطرافیان رو میبینیم در حقیقت اون کمبود اون ظرفیت هنوز در اون فرد وجود داره و تلاش ما تا حالا تو این چند سال همین بوده که اول این ظرفیت رو در فرد ایجاد کنیم. گاهی اوقات هم متأسفانه حتی متوجه میشیم این ظرفیت در اون فرد وجود نداره. من ناخودآگاه یک اسمس نوشتم برای یکی که داشتم ازش کمک میطلبیدم که کمک بکنم. توی از اون گاهی وقتی اسمس ها رو مرور میکنم خودم تو شرایط قرار میدم و من تعبیری که از خانم خود ناخودآگاه کرده بودم، یعنی چیز نبود که روش فکر کرده باشم، اینکه زنم یا مادر بچه هایم همسرم وجود من هستن، یعنی چیزی که به اصطلاح زندگی من هست. یعنی زندگی چیزی نیسته که اگر یک لحظه حیات وجود نداشته باشه واقعا تمام میشه. من زندگیم زنم در حقیقت او وجود است.